سلام دوستان، امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید. خیلی خوش اومدید به کانال دیجیتال کارنسی خودتون و یک ویدیوی جذاب درآمدزایی دیگه. پس تا انتهای ویدیو حتما دوستان همراه من باشید تا این ربات درآمدزایی عالی رو بهتون معرفی کنم. قبل از آموزش اگه کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، دکمه لایک رو بکوبید و هر سوالی هم هست توی کامنت ها بپرسید، من در اسرع وقت جوابتون رو دوستان میدم. لینک این ربات رو هم توی کامنت ها براتون قرار میدم. بعد از زدن روی لینک وارد این ربات میشید. من چون خیلی وقت پیش دارم با این ربات کار میکنم حضور ذهن ندارم، ولی اگر ازتون درخواست کرد که عضو کانالی بشید حتما عضو کانال ها بشید تا اجازه دسترسی و کار کردن به این ربات رو بهتون بده. برای شروع کار هم فقط کافیه بیایید و این مربع این زیر رو دوستان بزنید که گزینه منو هست. اگر به هر صورت این گزینه نبود فقط کافیه بیاید اینجا در قسمت کامنت ها یا مسیج، عذرخواهی میکنم کامنت که نه، مسیج ها، بیایید گزینه اسلش استارت رو کلیک کنید و این گزینه منو براتون ظاهر میشه. برای کسب درآمد فقط کافیه که از گزینه هایی که زیر در واقع حالا منو هست یا منو باز شده است رو انجام بدید و بتونید ازش کسب درآمد کنید و ارز USDT رو بهتون میده دوستان. انتهای ویدیو هم یک اثبات برداشت براتون میذارم. برای این کار فقط کافیه بیاید گزینه اول ویزیت سایت هست. من فعلا دوستان بدون VPN وارد شدم. گو تو وبسایت رو میزنید، اوپن رو میزنید، صبر میکنید تا مرورگرتون باز بشه. یک مقدار صبر میکنید، بک رو میزنید. مجددا اگر قبول نکرد مجبوریم که با VPN بریم. خب همونجور که مشاهده میکنید داره بهمون کانال تلگرام میده و باید حتما ما برگردیم و خب عذرخواهی میکنم من یک لحظه VPN هم رو روشن کنم. خب دوستان عذرخواهی میکنم من VPN هم رو خاموش کرده بودم چون برداشتیش به کیف پول فاسد هست، ولی در انتها حتما یادتون باشه اگر خواستید وارد کیف پول فاسد بشید بیایید و VPN تون رو خاموش کنید. خب ما مجددا روی ویزیت سایت میزنیم، صبر میکنیم تا از اینجا هدایتمون کنه مجددا به خب این یکی که متاسفانه فعلا نداد. اسکیپ رو میزنیم. حالا شما تست کنید ببینید برای شما چیزی میاره یا نه. ما مجددا ویزیت سایت رو میزنیم و گو تو وبسایت. اوکی، مجددا باید برگردیم. خب متاسفانه از ویزیت سایت چیزی گیرمون نمیاد و عایدمون نمیشه، حالا به هر دلیلی یا باگ در واقع ربات میشه یا مشکلات دیگه، ولی شما تست کنید. گزینه بعدی گزینه مسیج هست. گو تو بات رو میزنیم، مجددا وارد یک ربات میشیم، استارت رو میزنیم. باید صبر کنیم تا یک پیغام در واقع توی این برای ربات ما ظاهر بشه. وقتی ظاهر شد این رو میگیرید، فوروارد میکنید و میرید و داخل باکس یا همون رباتی که داریم آموزشش رو بهتون میدم ارسال میکنید. خب همونجور که مشاهده میکنید وقتی ارسال کردید میاد و این مقدار USDT رو با توجه به حالا اون تبلیغ یا حالا رو کاری که انجام میدید بهتون میده. اینجا هم بهتون گفته که تسک های این قسمت تموم شده دوستان و هر کسی در واقع زودتر بیاد و این تسک ها رو انجام بده بیشتر کسب میکنه. گزینه بعدی جوین چت هست. من جوین چت رو میزنم، گو تو چنل رو میزنم، جوین رو میزنم. یه نکته ای که اینجا های اهمیت بهتون بگم که فقط برای گزینه رباته که وارد ربات میشید یک پیغام رو ازش فوروارد میکنید به جایی که داریم آموزش میدیم. بقیه موارد نیاز نیست دوستان. اینجا ما تیک جوین رو میزنیم ببینیم که آیا از عضو شدن توی کانال به ما چیزی میده یا خیر. یک مقدار سرعت نت من دوستان ضعیف است. مجددا جوین رو میزنم. یکی چند باری باید این رو تست کنید. حالا اگر جواب نداد مجبوریم اسکیپ بزنیم بریم سراغ بعدی. خب حالا من این رو اسکیپ میزنم. اسکیپ هم متاسفانه جواب نمیده. من این رو ببندم مجددا.
خب از این مشکلات دوستان متاسفانه زیاد هست. من مجددا جوین رو میزنم، گو رو میزنم، برمیگردم و جوین. خب قبول نمیکنه. حالا میگم یا مشکلات خود تلگرام بنده هست یا مشکل. خب نه، ببینید رد کرد. ببینید باگ خود در واقع میشه بگی سیستم هست. ببینید ما چند بار که زدیم پشت سر هم یک مرتبه آزاد کرد. خب همونجور که مشاهده میکنید دوستان اینجا هم اومد و من یک مقدار داد و از بعد اون دیگه گفت که دیگه تسکی برای جوین چت نیست، چون من یک سری از این موارد رو قبلا انجام دادم. گزینه بعدی ویو پست هست. الان پستی نیست برای دیدن، ولی اگه برای شما اومد یک پست میذاره مثل ویزیت سایت میمونه، روش کلیک میکنید یا نهایتا خود ویو پست تو خود همین ربات براتون قابل پخش هست. 10 ثانیه 5 ثانیه با توجه به اون چیزی که ازتون میخواد ثبت میکنید و در آخر یه تیک تایید داره، اون تیک رو میزنید. گزینه بعدی گزینه بالانس هست که موجودیتون هست. من قبل از اینکه برداشت کنم یه بک میزنم. یک روش دیگه کسب درآمدش رفرال هست دوستان، که میاد اینجا و دوستاتون رو عضو میکنید. فکر میکنم به ازای هر حالا در واقع کاری که انجام میدم 15% به شما تعلق میگیره. اینجا توضیحاتش رو داده که چه مقدار برای چه کاری به شما تعلق میگیره. من مجددا میام گزینه بالانس رو میزنم. عذرخواهی میکنم، اول باید بیام و VPN رو خاموش کنم چون میخوام برم داخل فاست پی به شما نشون بدم. خب من این رو خاموش میکنم، برمیگردم داخل تلگرام، گزینه ویدرا رو میزنم. خب اینجا فاست پی رو یک بار عذرخواهی میکنم، ویدرا رو که زدید این زیر ببینید فاست پی هست. فاست پی رو روش کلیک میکنید. اینجا یه دونه جیمیل از قبل من بهش دادم. اگر شما جیمیلی نداده باشید برای شما میاد و ازتون میخواد که یا تو این گزینه پایین ازتون میخواد که ست ولید کنید یا اینکه همین رو همین پیغام در واقع. من حالا از قبل چون دادم عذرخواهی میکنم، میام این طرف و جیمیلم رو میفرستم. میگه میخواید مینیمم برداشت کنید یا ماکسیمم. من ماکسیمم رو میزنم. خب اینجا بلافاصله به من تاییدیه داد، میگه برداشت شما خیلی آنی انجام شد. میریم که داخل در واقع کیف پولمون ببینیم که این مقدار ممیز 0.1 به حساب ما واریز شده یا نه. خب ما وارد مرورگرمون میشیم. از اینجا فاست پی رو سرچ میکنیم، یوزر داشبورد، یک مقدار صفحه رو پایین میبریم و همونجور که مشاهده میکنید دوستان خیلی به صورت آنی به حساب ما واریز شده. اینجا مشاهده میکنید که ممیز 0 هست، 0.107 هست. اینجا هم دورش براتون با مربع قرمز نشون میدم. خیلی آنی و به صورت آنی دوستان واریزیش 100% مشکلی نداره. من قبلا گفتم الان هم بهتون میگم هر جایی که واریزیش به فاست پی بود 90% یا 99% واریزی داره. اون مقدار کمی که نمیگم 100% برای اینه که حالا یا استخرش تموم شده باشه. الان من چند تا ربات پپه دارم که برداشتیشون رو خودم انجام دادم، ویدیوهاش هم گرفتم داخل کانال قرار دادم، ولی الان احتمال داره وقتی میخواید برداشت کنید به پیغام اینکه استخر در واقع حالا نمیتونه بهتون پرداخت کنه مواجه بشید. این مقدار درصد کم رو برای اونها میذارم. اونها هم اگر بیاد و مالک استخر رو در واقع شارژ کنه ما برداشت بزنیم، برداشتی ما 100% و دوباره واریزی داره. این هم یکی از ربات هایی که میتونید باهاش کسب درآمد کنید. نمیگم خیلی زیاده، ولی میتونید هر از گاهی بیاید به سر بزنید و تسک هاش رو انجام بدید و در واقع اون مقدار USDT که بهتون میده رو برداشت کنید. مورد دیگه نداره دوستان عزیز. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.